نفرانی که در نزد بیمارستان هستند امروز به خاطر معاشی 3000 سومون و 4000 سومون دارن حجاب زنها را میکشند. این نوار میماند، این نوار تا روز قیامت میماند. تا روز قیامت بر خود و بر پدر و مادر خود اینها لعنت میگیرند و والله عالم که با چه مصیبت یا یک و یک باره مرگ ناگهانی به سرشان بیاید. اما خواهرانی که به این آسانی سطر میکشید، باور کنید جزای شما هم کم نیست. آره اکراه هست، مجبوری هست، بیچارگی است، اما اون در حالی که به گردنت کرد موندن، تو را طرز تهدیدت کردن که تو علاج نداری و سطر میکشی، اما تو جریمه میشوی. گفت زود سطر را کشیدیم، تو داخل بیمارستان نشو. گفت زود سطر را کشیدیم، از دانشگاه اخراجت میکنه. گفت زود سطر را کشیدیم، از جای کار میروی. گفت زود سطر را کشیدیم. اینها اکراه نیست،